سلام، به دانلود خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم گلکسی S8 و S8 پلاس رو تو سال 2023 بررسی کنیم و ببینیم ارزش داره بخریم و یه چند سالی ازش استفاده کنیم یا نه. همین اول کار من یه توضیح بهتون بدم تا براتون قشنگ روشن بشه اینی که میگیم این گوشی و دقیقاً همین گوشی که ارزش خرید نداره یعنی چی. کلا گوشی هایی که دیگه آپدیت نرم افزاری نمیگیرن، مخصوصا گوشی های آیفون، کم کم اون سیستم عاملشون هر چقدر که بگذره قدیمی تر میشه و دیگه برنامه هایی که ازشون استفاده میکنید نمیتونید آپدیت کنید چون دیگه با سیستم عامل قدیمیتون همخونی ندارن و قطعا این گوشی رو شما برای استفاده طولانی مدت نمیخواید وقتی که با همون پول میتونید یه گوشی رو بخرید که جدیدتره و تعداد آپدیت های بیشتری میگیره و این دردسر رو براتون نداره. توی هر بخشی هم که میرسیم با توجه به همرده های قیمتی اون گوشی بهتون میگیم که توی اون بخش کدوم گوشی ارزش خرید بیشتری داره. پس خودتون با توجه به نیازی که دارید اون گوشی مورد نظرتون رو انتخاب بکنید. البته توی بخش جمع‌بندی هم میگیم که توی هر قسمت این گوشی ارزش خرید داره یا نه و اگر نه کدوم گوشی هم قیمتش بهتره. مثلا اگر حوصله ندارید کل ویدیو رو ببینید، صاف بزنید 2-3 دقیقه آخر ویدیو تو بخش جمع‌بندی دیگه خودتون جواب خودتون رو بگیرید. بریم سراغ دیزاین و صفحه S8 و S8 پلاس. S8 یه صفحه سوپر آمولد به اندازه 5.8 اینچ داره با تراکم پیکسلی 570 پیکسل در هر اینچ و S8 پلاس هم یه صفحه سوپر آمولد دوباره اندازه 6.2 اینچه، تراکم پیکسلیش هم 529 پیکسل در هر اینچه. اصلا رزولوشنش هم نمیگیم چون اینجا با اعداد ارقام کاری نداریم و فقط اون تجربه کاربریه که مهمه و S8 و S8 پلاس توی بخش صفحه حسابی از خجالتتون در میان چون صفحهشون بسیار با کیفیته و اگر توی بازه 3 تا 7 دنبال یه صفحه خوب هستین برین سراغ این دو مدل. البته 3 تا 7 که میگم با توجه به تمیزی و حافظه و مدل گوشیه. حالا بریم سراغ دوربین. هر دوتاشون لنز اصلی 12 و سلفی 8 دارن و توی بخش عکس برداری برای کسی که دنبال عکس برداری حرفه‌ای نیست و دوربین براش زیاد مهم نیست خوبن. این به این معنی نیستش که دوربین این گوشی بده، فقط اگر عکس برداری حرفه‌ای انجام میدین و توقع خاصی دارین از گوشیتون این S8 و S8 پلاسی که دارم میگم به درد شما نمیخوره. توی این بازه قیمتی هم شما توی آیفون ها 7 و 7 پلاس رو دارید و توی اندروید ها هم پوکو ایکس 3 پرو. توی بخش دوربین هم بین این گزینه‌هایی که گفتم آیفون 7 و 7 پلاس بهترن. ظرفیت باتری S8 3000 میلی آمپر، برای S8 پلاس هم 3500 و توی بخش باتری بد نیستن، ولی اگر باتری براتون خیلی مهمه باید برید سراغ پوکو ایکس 3 پرو چون این گوشی دیگه عمر خودش رو کرده و توی بخش باتری زیاد راضی کننده نیست. با یه شارژ 100% فقط از صبح تا ظهر میتونه در خدمتتون باشه و اونم تازه با یه استفاده معمولی. زیاد روی باتریش حساب باز نکنید که دیگه باتریش رو به موته. حالا بریم سراغ سخت افزار، نرم افزار و بحث امنیتی S8 و S8 پلاس. هر دوتاشون چیپست اسنپ دراگون 835 توی نسخه آمریکاییش دارن و اونی که توی ایران هست اگزینوس 8895 و دیگه قدیمی شده و هر دوتاشون هم با 4 گیگ رم دیگه به درد نمیخورن و اگر قدرت سخت افزاری براتون خیلی مهمه فقط پوکو ایکس 3 پرو. البته اگر من خودم بودم این قدرت کم و به جون میخریدم و خودم رو با این پوکو آلوده نمی کردن. S8 و S8 پلاس تا اندروید 9 آپدیت شدن و دیگه تا 3 سال آینده اون قابلیت ساپورت آپدیت برنامه ها رو از دست میدن و دیگه براشون اون نرم افزارهایی که استفاده میکنید توی سیستم عامل اندروید 9 که روی S8 و S8 پلاس شما هست آپدیت نمیاد. باید به فکر این مورد باشید و متاسفانه توی این مورد هم پوکو ایکس 3 پرو برتری داره. تا اندروید 12 آپدیت شده و فقط به روستر همین. البته اگه کیفیت افتضاح برد و باگایی که داره بذاره بفهمید این بروز بودن. حالا بریم سراغ جمع‌بندی. در نهایت اگر صفحه براتون خیلی مهمه S8 و S8 پلاس، اگر دوربین براتون مهمه آیفون 7 و 7 پلاس، اگر هم سخت افزار و باتری براتون مهمه متاسفانه پوکو ایکس 3 پرو. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو دیدین. اگر خوشتون اومد حتما سابسکرایب کنید و زنگوله هم بزنید تا یه ویدیوی دیگه
خدا نگهدار. I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps.